اگه این صدا رو میشنوی یعنی یه جایی از این شب من و رها هنوز بیرون نیومده بودیم و اگه برنگشتیم یه چیزی رو بدون. بعضی جاها آدم و زندانی نمی کنن، فقط نمیذارن دیگه از خودش فرار کنه. صدای دختر بچه پشت در. مامان 3 ساعت قبل فقط من بودم و رها. جاده خیس بود، نه اونقدر بارون که مجبور شی آروم بری، نه اونقدر کم که حس امنیت داشته باشی. یا بارون مزاحم، از اونایی که همه چی رو تار نگه می‌دارن. رها از اول مسیر حرف نمیزد، نه از اون سکوتای راحت، از اون سکوتایی که انگار یه نفر داخل سرش داره حرف میزنه. دستش کنار در بود، ولی ناخودآگاه با انگشت اشاره 3 ضربه میزد. هی تکرار. گفتم استرس داری؟ جواب نداد. چند دقیقه بعد گفتم رها. آروم گفت آراد، تو هیچ وقت چیزی رو فراموش کردی که مطمئن باشی اتفاق افتاده ولی یادت نیاد. خندیدم. گفتم اسمش خواب کمه. جواب نداد، فقط به جاده نگاه کرد. 40 دقیقه بعد GPS قطع شد، صفحه سفید شد و آنتن پرید، چراغ موتور روشن شد و ماشین خاموش شد. همه چی توی 10 ثانیه اتفاق افتاد، نه بیشتر. بارون هنوز میبارید، ولی یه چیز عجیب بود. هیچ صدایی نبود، نه باد نه حشره. انگار یکی صدای دنیا رو کم کرد. پیاده شدم. هوا سرد نبود، ولی حسش مثل باز کردن در یک خونه قدیمی بود. برگشتم سمت ماشین. رها هنوز نشسته بود، اما دیگه بیرون رو نگاه نمی‌کرد. داشت به یک نقطه ثابت زل می‌زد. گفتم چی شده؟ آروم گفت اون تابلو. گفتم کدوم تابلو؟ با دست اشاره کرد. مه کنار رفت و ساختمون دیده شد. نه اینکه ظاهر بشه، حسش این بود انگار همیشه اونجا بوده، فقط الان تصمیم گرفته بود دیده بشه. هتل بلک وود. به سمت هتل رفتیم و داخل شدیم. اول بوی هوا عجیب بود، نه نم نه خاک، یه بوی خیلی آشنا. یه لحظه طول کشید بفهمم بوی داخل ماشین بعد از تصادف، آهن، پلاستیک، بارون و همه اینها. پذیرش خالی بود. یک زنگ روی میز بود و خودش تکون خورد. پیرمرد گفت دیر کردی. گفتم یه اتاق میخوایم. یه برگه کشید جلو و اسم از قبل نوشته شده بود: رها نوری. اتاق 066. تاریخ 3 سال قبل. پایینشم امضا داشت. رها همونجا وایساد. صورتش رنگ نداشت. گفت نه. برگه رو گرفت. دستش لرزید. این امضا مال منه. پیرمرد برای اولین بار نگاهش کرد و فقط گفت این بار تا آخر میبینی؟ وارد راه رو شدیم. راه روی طولانی بود، بیش از حد. روی دیوار عکس بود، خانواده ها، مسافرها، همه تار. تا اینکه رها وایساد. یه عکس، یه زن جوون، کنارش یه دختر بچه حدود 6 ساله. صورت دختر معلوم نبود، فقط داشت به دوربین نگاه میکرد. زیر عکس نوشته بود روم 066، یا همون اتاق 66. رها عقب رفت و لباش لرزید. گفت غیر ممکنه. من پرسیدم میشناسیشون؟ جواب نداد، فقط راه افتاد تندتر. اتاق 066. در خودش باز شد و داخل تاریک بود. روی تخت یه خرس عروسکی نشسته بود، خیس، انگار تازه از بارون اومده. تلویزیون روشن شد و نویز پخش کرد. بعد تصویر یه ماشین، شب، بارون، دوربین لرزید. یه زن پشت فرمون. زن پشت فرمون رها بود، ولی 3 سال جوان‌تر. صدا نداشت، فقط تصویر بود و یک دختر بچه عقب نشسته بود. داشت حرف میزد، میخندید. رها داشت گریه میکرد. بعد برای 1 ثانیه رها سرشو برگردوند به عقب، نه به جاده. یه نور، یه صدای قرمز و تصویر قطع شد. رها تلویزیون رو خاموش کرد. نفس نمیکشید. گفتم اون بچه کی بود؟ رها نشست، انگار دیگه زور ایستادن نداشت.
خیلی آروم گفت خواهرزاده‌ام اون شب پیش من بود. یک لحظه، فقط یک لحظه نگاهش کردم. وقتی بیدار شدم همه میگفتن فقط من زنده موندم، ولی من هیچ وقت یادم نیومد که اون تو ماشین بود. یه جوری که انگار اصلاً برام وجود نداشته. بعد خیلی آروم گفت مغزم حذفش کرد. ساعت 2:13 بامداد. روی دیوار، گوشی، تلویزیون فقط عدد 2:13 بامداد. بعد یه صدای آروم از پشت در، صدای دختر. مامان. رها یخ زد. اشتباه من این بود که گفتم اون تو رو مامان صدا کرد؟ رها شروع کرد گریه کردن. یه گریه‌ای که معلوم بود سالها منتظرش بود. رفت سمت در رو بازش کرد، اما هیچی نبود، فقط راه رو. با یه جمله روی دیوار که به انگلیسی نوشته بود تو رانندگی میکردی. زیر زمین، پرونده، عکس ماشین، گزارش. نام راننده رها نوری و نام سرنشین یلدا نوری که فقط 6 سال سن داشت و پایینش یک نفر با خودکار قرمز نوشته بود هنوز حل نشده. وقتی برگشتیم بالا، هتل عوض شده بود، قدیمی تر و خالی تر بود، ولی رها رفت جلوی پذیرش. پیرمرد هنوز اونجا بود. پرسید الان یادته؟ رها چند ثانیه سکوت کرد، سپس گفت آره. پیرمرد پرسید تقصیر کی بود؟ خیلی طول کشید. بعد برای اولین بار رها گفت من. پیرمرد سر تکون داد و گفت پس دیگه لازم نیستی بمونی. صبح بیرون هتل ایستاده بودیم، ولی دیگه هتلی نبود، فقط خرابه. رها چند لحظه نگاه کرد، واکنشی نشان نداد، ولی آروم گفت فکر میکردم اگه یادم نیاد به کمتر درد میکشه، بعد در ماشین رو بست و گفت ولی اون تمام این سالها تنها مونده بود. ماشین روشن شد. برای اولین بار بدون مشکل راه افتادیم. تو آینه نگاه کردم، هیچی نبود، فقط یک دختر کوچیک کنار جاده که این بار داشت میرفت، نه اینکه برگرده. بعضی جاها تسخیر شده نیستن، بعضی جاها فقط آخرین جایی هن که حقیقت منتظر آدم میمونه. جالبه بدونید که این داستانم طبق واقعیت بوده و واقعا چنین آدمایی وجود داشتن و اتفاق افتاده. رها نوری، آراد و یلدا نوری 6 ساله واقعا وجود داشتن و چنین اتفاقی افتاده بود. خیلی خوشحالم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم اولین نفری باشید که میبینید. اگر به چنین ویدیوهایی علاقه مندید حتما به پلیلیست ویدیوهای قبلی ما هم سر بزنید، مطمئنم که خوشتون میاد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.